سلام سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس. خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما میخواستیم با شما این وبسایتی که شما میبینید با هم دیگر سازیم و اساسا در این درس ما میخواهیم که تگ iframe رو یاد بگیریم و با آن کار کنیم. iframe تگ برای چی است؟ چقدر شما ببینید در جمع وبسایت لوریم ایپسوم شدگیم در وبسایت خودم، یعنی اینکه وقتی اگر ما خواهیم یکم وبسایت دیگر این وبسایت را مثلا در وبسایت خودمون کشویم، ما میتوانیم با واسطه تگ iframe استفاده برده این کار رو انجام دهیم. یا اینکه وقتی کانال ویکی‌پدیا را میچخیم در اینجا چیکار میشود؟ سایت ویکی‌پدیا شده میشود و هر چیزی دیگری که ما هر وبسایت دیگری را که خواهیم ما میتوانیم با واسطه همه چیکار کنیم انجام دهیم. میگذاریم بر قسم کد. در اینجا از هیچ نیست شروع میکنیم. اول همه تگ iframe با واسطه نوشته iframe و شده بسته شوی تگ دارد و در درون اینجا ما اتریبوت CRS استفاده میبریم برای دادن آدرس وبسایت ها. ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ لوریوم لیپسوم میگیریم و در اینجا میگذاریم. وقتی که گذاشتیم شما میبینید در اینجا چی شد؟ وبسایت شده شد و اینفورماسیون وبسایت را در اینجا ما نگاه کردیم، خواندیم و بخوایم با کنوم شجاعت کار میاندازیمش. و در اینجا ما میتوانیم با واسطه اتریبوت ویدث درازی امی iframe خودمان داخل کنیم. میگیریم 500 پیکسل که چقدر میبینید شما 500 پیکسل درازش شد. کمی دیگر هم میتونیم 600 کنیم و بلندش هم میتونیم با واسطه اتریبوت height وارد کنیم 400 پیکسل. چقدر شما میبینید ما در وبسایت ما چی بر از میری 500 و 400 همین صفحه شده شد و اگر کنوکاش هم چخیم چی کار کرده میشه و همه چی میدرویه. و در اینجا ما یک دو چیز دیگر را نگاه میکنیم. اتریبوت تایتل هم میتونیم در اینجا داخل کنیم که با واسه ما میفهمونیم که درباره چی همه iframeمون. در اینجا ما بازی ما وبسایت ها مینویسیم iframe اگزامپل مینویسیم برای که اصلا ما چند چیز ویکی‌پدیا را در اینجا میکشیم و ایپسوم هم میکشیم صفحه‌ش. برای همین قدر ما دوز مهم نیست. شما بعدتر وقتی که در وبسایت خودتون داخل میکنید شما میتوانید که نگاه کرده تمایی که در وبسایت شده میشه و هم جهت گرفته سرلوحش هم بذارین و سرلوحه در اینجا نشان داده نمیشه. وقتی که اگر شما با واسطه F12 با قسم کادهای وبسایت دارین، وقتی انتخاب کنین همین iframe شما میبینید که در اینجا تایتلش چی نوشته؟ iframe example و با واسطه همین چیکار کردن میتونید شما میفهمید که درباره چی همین iframe تون تایتلش هم میخونید. در اینجا اتریبوت name و ما کمک میرسونه. ما iframe خودمون یک نام میتیم. در اینجا iframe میبینیم iframe برای چی این نام حاضر کمتر پس شما میفهمید. چخیلی که در اونجا ما ده کنوبکای سلیکه داشتیم پشکی در اینجا ویکی‌پدیا و لیپسوم همه خیلی ما چکو میکنیم کنوبکای همونه میسازیم. یک تا کنوبکای سلیکه برای وبسایت ویکی‌پدیا میسازیم که من قسمش هم میگیرم و در اینجا چی مینویسیم؟ ویکی‌پدیا. میریم وبسایت هم نگاه میکنیم در اینجا ویکی‌پدیا اومد و در اینجا تگی تارگت هم استفاده میبریم. تارگت برای چه؟ برای سلکه همی چخیدگی که کنوکای ویکی‌پدیا رو وقتی ما میچخیم همی سلکه با کجا روان کرده شود. ما در قسم تارگت نامی iframe خود را چیکار میکنیم؟ وارد میکنیم. یعنی اینکه وقتی ما هم کنوکای ویکی‌پدیا را چخیم در اینجا چخلش ما میبینید چی iframeمون نه سلکه که در جنش نوشته بود و در CRS وای آمد و وبسایت های دیگر شده شد. با واسطه همه ما یک تا دیگر کنم که میذاریم برای وبسایت های لیپسوم
درجه می نویسیم لیپسوم. وقتی که در اینجا میایم لیپسوم رو چخیم، اگر صفحه لیپسوم میریم ویکیپدیا رو چخیم ویکیپدیا. در اینجا دیگر صفحه هاش هم ما میتونیم داخل شویم و یکم چیزای اینفورماسیونی که در کار داریم برای خود بخونیم. و چخالی که در قسم بالا ما دیده بودیم وقتی وب صفحه پشکی ما شما زده چرشون دادم، در اونجا ما یک در سنتر چی داشتیم؟ چقدر کد نویس و در قسم پایان اینجا دو تا پاراگراف داشتیم که تکستاش هم اینجا گرفته میگذارم چون که ما ننویسیم بسیار. و یک پاراگراف دیگه گرفته دیم پاراگراف اینجا انتخاب میکنیم در وب صفحه خمان میگذاریم و وقتی شما میبینید در اینجا انفورماسیون ما اومد نه که آی فریم ما در بین واقع بود برای همو در اینجا گرفته آی فریم در درون سنتر میگذاریم. بلند کمی خورد کنیم دست گذاریم بسه. چقدر شما میبینین همه چی ما درست رفت. این هم گرفته در بین سنتر میگذاریم و ویکیپدیا لیپسوم همه چی خوب کار کرده است. اگر اگه چیزا شما نفهمیده باشید در زیر نویسید ما حتما به شما جواب میدیم. با همین درس امروزه را به پایان میرسیم تا درس دیگر. خدا نگهدار.